إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضار گرامی برادران مؤمن، چون در عصر فعلی ما و شما ضرورت مبرم و خیلی مهمه که جامعه اسلامی داره، او عبارت از دعوت به سوی الله متعال است. الله متعال بعد از خلقت انسانها در روی زمین برای راهیابی از آنها اشخاص را منتخب کرد که معصوم بودند و راه درست زندگی را برای مردم تعلیم بده، احکام الله متعال برشان برسانه. انبیاء علیهم السلام اولین مردمان هستند که من حیث داعی و دعوتگرا شمرده میشن. وظیفه و رسالت مهمشان دعوت به سوی الله متعال است. این وظیفه تنها برای پیغمبران علیهم السلام خاص نشده، بلکه امت شریک اینمی وظیفه با انبیاء علیهم السلام است. امروز دمی مورد اهمیت دعوت دین و دعوت به سوی الله متعال چند سخنی را انشاءالله تقدیم میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفات خیلی والای بزرگ داره. الله متعال در طبقه انسانیت، در مجموعه انسانیت صفات را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده که دیگران نظیر ازو را و مثل ازو را نداره. در بین انبیاء علیهم السلام با پیغمبر بودنشان که از طرف الله ای کرامت برشان داده شده، درجه‌ای که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شده برای انبیاء دیگه داده نشده. افضل ترین انبیاء علیهم السلام در کل پیغمبرا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ما و شما امت ازوستیم. طبعا وقتی پیغمبر اینقدر فضیلت داره، امتش هم فضیلت داره، اما این فضیلت ها از کدام ناحیه و از کدام جهت برای پیغمبر و برای امتش نصیب شده؟ نکته هایی که سبب فضیلت امت شده، قرآن کریم او را برای ما بازگو میکنه، انگشت نشان میکنه و به ما مناسب است، ضروری است که امون نکته ها را در خود پیدا کنیم و امون صفت هایی که سبب کمالات ما میشه، سبب امتیاز و فضیلت ما میشه، در خود ایجاد کنیم. او کدام صفت است؟ الله متعال پیغمبر خود خطاب میکنه یا ایها النبی، ای پیغمبر. دعوت الله متعال وقتی پیغمبر خود مخاطب قرار میده با کلمات احترامانه و معظم خطاب میکنه، به این که درس برای امت شوه که امرای پیغمبر زبان مخاطبه قرار میگیره، امت هم امی قدر ادب رعایت بکنه، پیغمبری خدا به نام سبک یاد نکنه، مثل که رواج یا عادت در بین مردم است. یک کسی در زندگی خود پدری خود صدا نمیکنه که نام اصلی پدری خود بگویه، برش صدا بزنه. مثلا احمد بچه محمود است، گاهی احمد پدری خود به نام محمود صدا نکرده و اگر در یک مجموعه امی آواز یا امی صدا شوه، امی صدا یک نوع بی‌ادبی بزرگ تلقی میشه. این هر فرد جامعه ما میفهمه و میدانه که همچو آواز دادن بی‌ادبی است دشان پدر. از همون خاطر یا پدرجان یا آقا جان یا کلماتی که در بین مردم و در بین عرف محترم شمرده شده برای پدر خود استعمال میکنه. در مورد پدر معنوی ما و واقعا او پدری که از نفس ما قدم دلسوز بالای ماست، در مورد خطاب از او، گفتگو با از او هم قرآن امی ادب بر ما نشان میده که برای پیغمبر خطاب اسم محض نشوه که بگویم او محمد،
بلکه یا نبی الله، یا رسول الله، یا حبیب الله باید گفته شود. تأسف است یک تعداد مردم امروز سر این موضوع حتی جر و بحث داره و کسی که قائل به این گپ نباشه، کسی یا محمد نگویه، او را خارج از دینام میدانه. خو افسوس است ما با این مردم سر و کاری نداریم. هر کس منهج و رایش. ما خو پیغمبری خدا به او کلمات یاد میکنیم که او کلمات محترم باشه و الله متعال او را یاد کرده. مثل که در این خطاب الله متعال پیغمبری خدا میگه یا ایها النبی، این پیغمبر چی برش میگه؟ انا ارسلناک، ما را فرستادیم تو را، ما تو را فرستادیم. معلوم شد وظیفه‌ای که داده شده از جانب الله متعال است. پیغمبر خود دعوا نکرده که ما پیغمبر هستم، بلکه الله متعال دلیل نبوتش پیش فرستاده و بعد از او را مامور ساخته که تو این رسالت پیش ببر. خود دعوا نکرده. اگر کسی خود دعوا بکنه او دروغگو می باشه. او مؤید نمیشه در تمام زندگی که هر امری را بخواه، هر کامیابی را که اراده داشته باشه و در نقطه انجامش برسانه. نه، قطعا ناکام میشه. از امو خاطر در زمان پیغمبر علیه السلام و بعد از زمان از او بسیار مردم دعوای پیغمبری و نبوت کرد. الله متعال وار رسوا کرد. پیغمبر از خود دعوا نکرده بلکه الله فرستاده. انا ارسلناک شاهدا، ما تو را فرستادیم شاهد. دو ترجمه شاهد داره. یکی شاهد به معنای حاضر، گواه. پیغمبر علیه السلام حرکات و عملکرد امت خدا در زمانی که حیات برش نصیب بود مراقبت میکرد. و لایق است که کسی در سرپرستی یک جماعت قرار گرفته باشه، افراد خود از زیر نظر خود بگیره، عملکرد از او را ارزیابی بکنه، از زندگی از او آگاهی داشته باشه که چه قسم عمل انجام میده. یقینا وقتی زندگی و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مطالعه میکنه، شما قدم به قدم درک میکنه که پیامبر صحابه خود چقدر زیاد مراقبت میکرد. در لباس مراقبت میکرد، در گفتار مراقبت میکرد، در نماز مراقبت میکرد. در تمام عملهای زندگی زیر نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. زمانی که یک صحابی ادناترین خلل از او سرزد میشد، پیامبر تنبیه میداد، آگاه میکرد. از همون خاطر بود که صحابه کرام بسیار مردم بیدار، همیشه متوجه جان خود، عمل خود بودن و اینطور کاری را وقتی انجام میدادن در این تلاش بود که این کار اصلیت داره یا نه، سند داره یا نه. خود سرانه کارا را انجام نمیدادن. یکی از امتیازات اینمی بود که او صحابه درک کرده بودند که ما باید زیر چشم و نگاه و مراقبت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. قصداً می آمدن در پیش پیامبر علیه السلام در نماز استاد می شد، با این خاطر که پیامبر متوجه شود که در نماز ازی چقدر خلل وجود داره تا اصلاحی از او را بکنه. یو نمود طلب و خواست قلبی صحابه بود که در صدد اصلاح خود بودن که ما چه قسم اصلاح شویم. حدیث مسیء الصلات مشهور حدیث است. صحابی که میایه نماز طور ادا میکنه که کامل نیست، پیامبر پس طلب میکنه، برش میگه برو از سر وضو کن نماز بخوان. 3 مرتبه این کار میکنه. بعد از او تعلیم میده پیامبر علیه السلام. این حالتا در زندگی صحابه و پیامبر علیه السلام خیلی زیاد واقع شده. صحابه تلاش داشتن، آرزو داشتن که کجی و کوری ما را پیامبر اصلاح بکنه. حتی خودی پیغمبر نه، و صحابه که زیاد ملازمت با امرای پیامبر داشت، نشست و برخست با امرای پیامبر داشت، از حرکات پیامبر زیاد معلومات کافی داشت، در پیش او صحابه هم زانو میزدن، سوالات میکردن، از حالات پرسان میکرد. اما با تأسف در جامعه ما این نکته در وجود ما قطعا پیدا نمیشه. ریش سفید 70 ساله ما گاهی زانو در پیش یک عالم نزده و سوال نکرده که من نماز خدا پیش روی تو تیر میکنم کدام نماز یا میخوانم نماز عملا و تو خلالا و نقصانات مرا اصلاح. بلکه زمانی که کسی برش میگه که بیا یک مذاکره بکنیم، بیا یکی دیگه نماز خدا تیر کنیم که چه نقصاناتی داره، و مو هم حاضر نیست.
برش بسیار عار معلوم میشه. ننگ برش میاد که حالی اگر اینمی خلل نماز ما توسط ازی اصلاح شود خواد برای ما چی گفت. اما صحابه اینطور نبودن. الحمدلله اینطور هم نیست که کل مردم اینطور باشه. یک ریش سفید برای ما آمد گریان کرد. پیش ما گریان میکنه. من گفتم چرا گریان میکنی؟ میگه از بسیار خوشی گریان میکنم. من گفتم چه قسم از خوشی زیاد گریان میکنی؟ گفت به خاطری که سابق در دهن دخترم بیت بود، اما حالی که در خانه داخل میشم کلمات آزان تکرار میشه، میخواه آزان یاد بگیره، میبرایم در باغ میرم که تلاوت میکنه، نماز تیر میکنه، دعاها میخونه. به الله قسم دعای قنوت خود از دعای قنوت دختره که مثلا ساختم. مرا آنقدر خوشی گرفته که الله متعال شما را عزت بده که یقینا من از او خاطر بسیار خوش هستم. واقعا انسان باید در تلاش، اگر کسی عقیده به آخرت داره، این فکر داره که الله متعال از من سوال میکنه این عبادات الله را به وجه درست انجام دادیم یا نه، و حتما از این عار نداره. در سن 100 سالگی هم به یک بچه خرد میشینه نماز خدا تیر میکنه تا که اصلاح شود. اما با تأسف جامعه ما آنقدر از این گپ نفرت داره، فرار میکنه، حاضر نیسته، حالام که در نمازش به صدها خلل وجود داره. از قیام گرفته تا رکوع، از رکوع گرفته تا سجده را هیچ معلوماتی نداره. چرا؟ به خاطری که درس داده نشده. کیفیت نماز پیامبر چنانچه در حدیث آمده برش تشریح نشده. و بیچاره فقط مردمای دیگر دیده تو بالا شده یا تو بالا میشه. نه، ما به بصیرت پیروی پیامبر علیه السلام میکنیم. ما تلاش بکنیم. یکی از جمله راههایی که واقعا انسان توسط ازی آشنایی پیدا میکنه بدون ازی که امون ننگ و عار داشته باشی، امیر دعوت و تبلیغ است. برادرای تبلیغی که بستره را پشت میکنه، اینا ما نمیگیم که طریقه دعوت پیامبر اینمی رقم بود دیگر راه نداشت، بلکه اگر اینمی راه را کسی لازمی و سنت بدانه ما اینا میگیم که بدعت جور میشه. نه، دعوت به سوی دین الله روش های مختلف داره. یک روشش امیام است. از یک مسجد 5 نفر بستره بسته میکنه، میره قطع افراد دیگه یک جا میشه. حالی کار، روزگار، خانه، این گپا هیچ نیست. بیکار هستن. در مسجد نشسته است، آداب یاد میگیره، طریقه نماز خواندن یاد میگیره، در بین خود تفاهم میکنه دعاها را. یک نفر از ایراد است، دیگه از مزار است، یکی دیگر با هم آشنا نیستن که عیب بدانه که ما در این سن و سال رسیدیم دیگر روز به مردم بگه که الحمدلله را یاد نداشت. نه، یکی با دیگه آشنایی نداره اما نماز خود یکی به دیگه تیر میکنه اسلام میشه. یکی از جمله نقطه های مثبت دعوت و تبلیغ می بود. بسیار مردم نمازهای خود اصلاح کرد، دعاهای خود درست ساخت. علتش اینمی بود که تفاهم آمد، بیکار شد. ما مشغول مصروف، 1 ساعت برای فکر دین نداریم، 1 ساعت برای اصلاح نفس خود نداریم. چرا؟ همین قدر مدتی که ما دویدیم برای زندگی خود، یک روز و 2 روز بدویم برای دعوت دین الله. ما مسئولیت داریم. این نقطه بسیار مهم نقطه است. واقعا بهترین راه آموزش است. این بسیار مردم بود. من در پاکستان بودم، یک کسی از بغلان بود، در جماعت تبلیغ آمده بود. جدا شد قطمه، پرسون سوال کردیم. من گفتم از کجاستی؟ گفت از بغلان. گفتم چطور در دعوت و تبلیغ آمده؟ گفت مولوی صاحب در پاکستان که مهاجر شدیم زندار بودم، اولاد داشتم، اما در زمانی که در افغانستان بودم بغیر از درو، بغیر از قلبه، بغیر از باد کردن اینی کارا چیزی دیگری را نداشتم. میرفتم وضو میکردم، نماز میخوندم، همونطور استاد میشدم. گفت یک مرتبه جماعت تبلیغ آمد، دعوت داد، من قطعی از یک جا شدم. وقتی که از دعوت عمومی برآمدیم انفرادی شد، 2 نفر شدیم، یکی با دیگه نمازهای خود تیر میکردیم. گفت وقتی از ما سوال کرد که چی رقم نیت میکنی و چی رقم،
با واسطه که نیت گفتن در زبان نیست. گفت من هیچ چیز یاد نداشتم، سمون بکمون ماندم. واقعیت گفتم اینطور عرق کردم که پرسان نکن. بعد از او برادر مرا گفت که پروا نداره، خیر است. گفت بعد از او من در گریان شروع کردم که یا الله، من زندار هستم، اینقدر عمرم تیر شده، من نماز نمیخواندم به این قسمی که میخوانه. تلاش کردم. گفت بعد از او تا که نماز تکمیل نکردم کلی دعاها و حرکات این 3 روزه ما به 7 روزه تبدیل شد، 7 روزه ما به 10 روزه تبدیل شد، تا که من نماز خدا یاد کردم. آمدم 2 بچه در خانه داشتم، همی بیستی به مهلت ندادم. دمی خانه که رسیدم بچه خدا گفتم بسترکایتان بسته کنی. خوردم بودن. چی میکنی پدر؟ دونم فلان مدرسه میبرم تانه. 2 بچه خدا دم اوجا بردم. پرسان کنم که در اینجا درس زنانم وجود داره یا نه، کسی آدرس داشت که در فلان خانه درس داده میشه. گفتالی الحمدلله. یک بچه ما قریب مولوی میشه و یک بچه دیگه ما در درجه 4 درس میخوانه و یک دخترم حافظ قرآن تکمیل شده، دختر دیگه 10 سپاره را حفظ کرده و دیگر را تکمیل میکنه. من درک کردم که دین چی را میگه. فکر کردم که ای آلی غمی خود چی میکنم؟ غمی پدر و بابا را میخورم که پدر و بابا یاد نداشتی گپاره و چه قسم در قبر گور شدن، جنازه سرش خوانده شد. یقینا نمی حالت است. شما باور به الله بکنید. در مدرسه پیش ما خواهر آمد که معلم مکتب بود، اما شما باور بکنید که وضو را یاد نداشت. خواهری که موظف ساختم که برازی نماز درس بخونه قرآن کریم، او طرف که رفت پس آمد و خواهر برای من میگه که استازی خود نه وضو را یاد داره نه نماز. از ایران آمده بودن جدید، معلم در مکتب مقرر شده بود. بعد از 1 ماه پیش ما مراجعه کرد، در حالی که الحمدلله همه گپا را یاد گرفته بود. گریان میکرد، بجای از اینکه قطمه گپ بزنه گریان میکرد و گفت مولوی صاحب ما فقط روز عاشورا زدن و کندن یاد داشتیم، در اسلام فقط اینمی قدر میفهمیدیم. خیر و خلاص. همین حالت هست. اگر این ملت همین طور آرام باشه، پرسان نکنه، شما خو 1 مرتبه مراجعه به می فامیل و خانواده تان بکنید. شما را به الله قسمی مسئولیتتان است. الله از پیشتان سوال میکنه. 1 دفعه در خانه قطع همسرتان قطع مادرتان بشینه همین مذاکره نماز بکنه که چقدر خطاها وجود داره. این کار دعوت چطور بود؟ ما پیش هم گفته بودیم صحابه نوبت میکرد امرای مزدوری خود. 1 دفعه خود در مجلس پیامبر حاضر می بود، باز که خود میرفت خانه مزدوری خود روان میکرد که برو در مجلس پیامبر بشی چی گپ زده بشه. و پس در خانه مکمل تکرار میشد. از همون خاطر شما در روایت حدیث با آنقدر پیمانه زنا را راوی حدیث پیدا میکنه که هیچ پرسان نکن. علت اینه می بود. اما امروز در جامعه ما تاریکی، کل بدعت ها رسم و رواج از دست زناست. مرد اونقدر اهتمام به این گپا نداره، ولی زناست که اینمی کارهای غلطه رواج میده، ترویج میده، مردم در تکلیف ها انداخته. نه انداخته. کلی ما میدانیم. علت چیست؟ علت ایست که ما دعوت ندادیم، اهل خود دعوت ندادیم، نمازش درست نکردیم. یکی از ثمرات مثبت دعوت اینه میسته که آدم طرز و طریقه دعوت هم یاد میگیره و خود هم اصلاح میکنی. الله متعال پیامبر میگه که ما تو را شاهد روان کرده، مراقبت بکن. ما مسئول هستیم. در نماز جمعه اگر یک برادر کاری مخالف سنت میکنه، ما باید تنبیه بدیم. پیامبر اسلام تنبیه داد. یک آدم آمد تحیت المسجد نخوند، 6 پیامبر اسلام گفت قم بخیز، تحیت المسجد نخوندی. پیامبر علیه السلام تنبیه میده. این میگه مراقبت. صحابه را زیر نظر خود میگرفت چه قسم لباس داره، خانه را زیر مراقبت میگرفت. داخل میشه پیامبر علیه السلام پرده را میبینه که دو نقش است، تصویر است، پس دور میخوره، داخل نمیشه. و عایشه را دور میفرمه کی را دور کن. چرا؟ مراقبت میکنه همه گپاره. ما در خانه خود تلویزیون دیدیم، ما در خانه خود کارهای غلط دیدیم، ما بچه خود دیدیم که چرس کشید، ما بچه خود دیدیم که پودر کشید، ما بچه خود دیدیم که
کلا را دور کرد، مویا را یک قسم فرانسوی جور کرد، ریشه هندی جور کرد، همه کارا کرد. خود آرام گرفتیم، خوش هستیم که من نماز میخوانم 5 وقت. بایی خوش هستیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الله متعال میتونه میفرمه بترسی از او فتنه، از او عذابی که نمیرسه به او مردمایی که ظلم کرده گناه کرده، خاص برای از او میرسه، به شما میرسه. او ظلم کرده و گناه کرده، تو مانع نشده ای، تو هیچ چیز برش نگفتی. در کوچه ما نفری بیرا پیدا شد، کسی خود شور نداد. در قریه ما گپای غلط پیدا شد، کسی خود حرکت نداد که آیا چرا؟ ما چه قسم جامعه هستیم؟ این جامعه چی تقاضا داره؟ اگه از غرب آمد، اگه از شرق آمد، از روسیه آمد، امریکا آمد، با کدام لباس تو هنوزم عزت دادی، میمان کردیشه. امو چیزی که خواستی از اوست، امو را برش برابر کردی. نعوذ بالله، شراب میخواست، شراب برش برابر کردی. عزت دین تا در نظر نگرفته، محارم الله را سبق شمردی. نگو که او بی حیاست، تو هم خودش بی حیا شدی، معاونت کردی. تنها با خود ما متوجه نشیم که والا من خود نماز میخوانم دیگری نیست. راستی تان بگوی تنها در مسجد خودی ما یک همسایه که بارها به مسجد نامده باشه، کدام روز 4 نفر رفتیم در خانش نشستیم، یک پیاله چایش خوردیم، برش دعوت دادیم که بیادرم تو همسایه مسجد چرا نمیایی؟ چی اشکال است؟ ما غلط هستیم، ما بدت میاییم، مسجد بدت میایه. چی بدت میایه؟ اگر مسلمان دقیق باشه به الله قسم نصرانی ها دعوت کرده نمیتونه. مسلمانی واقعی میدانه که این در خانه ما چی انجام میده، یکی است چی انجام میده. وقتی که فهمید که آدم اینجا شراب میخوره، در خانهش شراب میخوره، دیستی کلی را میگیره قلف میکنه، میگه خلاص کرایه خلاص، نمیخوایم دنیا را برم بدی، خانه ما محل نعوذ بالله عیش پرستی نیست، خانه شراب نوشی نیست. اگر ما مراقبت بکنیم به الله قسم کافر کامیاب نمیشه. کافر هیچ چیز نداره. ما موقع دادیم بر زمینه را مساعد ساختیم، دلار گرفتیم، دین خدا فروختیم، ایمانی خدا فروختیم، عزتی خدا فروختیم. از یک ناحیه نه، بس تمام ناحیه ها. چطور یک کفر بیاید دعوت بکنه، یک نفر ایمان نعوذ بالله نصرانی شود، یک بدعت انجام بده. ما در نوروز گفتیم که ای مردم، و مردم مبتدع موقع نده، چپس سرش نفروش دمو موقع، موتریت نبرده کی را، تو کمک میشی به گناه، تو معاونت میکنی. شبکه تلویزیونی را چی کمک میکنه؟ و میلیون ها شنونده داره. کدام شبکه؟ همون شبکه که غلطترین شبکه میباشه. خب تو دختریت میگیره، بچهت میگیره، خودت میگیری، بیننده داره. او دیگه هم تشویق شد، او دیگه هم رغبت پیدا کرد. یک فیلم آورده بود آلی 100 فیلم آورده بود، نیمه را آورده بود آلی پوری لچه آورده، دیده را ایستیم. تو معاون نیستی و بیننده تو معاون هستی، قدش کمک میکنی. الله متعال تو را میگیره. مراقبت نکردی، در خانه سوال نکردی که بچه‌م دخترم چی را میبینه چی میکنه. این حالتهای ماست، این روزگار ماست. مسئولیتی خدا نشناختیم که ما چی مسئولیت داشتیم. الله پیغمبر خدا میگه ما تو را شاهد روان کرده، مراقبت کن. پدر مراقبت کرد اولادی خدا، ملک مراقبت کرد. در وطن ما خب بجز مراقبتی چی میشه که در کدام جای درس قرآن شروع میشه، طریقه سنت درس حدیث شروع میشه که شیطانی شود، دسیسه جور شود که بند شود. به دیگه چیزا مراقبت نیست. با او بچه که به طریقه سنت نماز میخوانه او مراقبت میشه، سر از او تهمت مانده میشه، او بدنام میشه. برای دیگرها آزادی است هر کاری که میکنه. آیا یک روزی در پیش الله متعال رفته نیستیم یا نه؟ الله متعال از ما سوال میکنه یا نه؟ عمل و حرکت ما به خاطر کی بود و برای چی بود و چی میکردیم؟
بعد از او الله متعال صفت دوم پیامبره. کاش که این صفت ما پیدا بکنیم. با الله قسم استاد که استاد باشه، وظیفه شناس باشه، مسئولیت شناس باشه، درد دین در قلبش باشه، با الله قسم شاگردش گمراه نمیشه، شاگردش بیراه نمیشه. مدیری که مدیر است، مسئولیت شناس است، درد دین در دلش است، مکتب اینطور اداره کنه که پرسان نکن. ادناترین من خب بار پیش هم براتان گفته بودم، پتلون که نپوشه او شاگرد در درس نمیمانه. اما دیگه کارا که هر رقم میشه، هیچ گپی نیست، نماز نمیخونه، خودش وقت برش نمیده در نماز خوندن، هیچ پروا نداره. خیر، آخر امی مدیر، امی معلم، امی پدر، امی ملک و میری منطقه، امی وکیل منطقه، سباد الله پیش نمیشه. در منطقه چی فحشا میشد، در منطقه چی دزدی و نارامی بود. تو فقط متوجه لاسپیکر قرآن بودی که در کجا آواز قرآن میبره دنبالش بگی، تهمت بلگان، خلاص دیگه امور مراقبت نمیکنی. نه، باید این صفت ما داشته باشیم. امام مسجد مقتدیای خود مراقبت کنه. اگه این مراقبت ما داشته باشیم، جامعه اصلاح است، قطعا اصلاح است، هیچ پیدا نمیشه، مراقبت نمیشه. پولی خود ما مراقبت نکردیم، اولادی خود مراقبت، مالی خود مراقبت نکردیم، خود مراقبت نکردیم. الله متعال رحم بکنه. بعد از الله متعال صفت دوم پیامبر بیان میکنه، مبشرن، خوشخبری دهنده، و نذیرن، بیم دهنده، با کمال دلسوزی. وظیفه پیامبر است، صفتش است، صفت خوشخبری میده. یک آدم در نماز دید، خدا بچه خورده دید، نماز خواند، السلام، آفرین بچه جان، آفرین، 5 روپرم کشید برش داد. و بچگک ترغیب شد دیگه، یک وقتی نماز حالی قضا نمیکنه. آیستایی که برش گفت اگر کدام خلل نقصان داشت، بچه جان نماز اینطور خونده میشه. مردم ما وقتی که داخل شد چشما کشیده میشه از دستش، اونجا قلاج میشه. دعوت نیست، بشارت نیست. اولاد ما که کاری نیک انجام داد، بیگاه او را ترغیب نکردیم. آفرین بچه جان، امروز نماز با جماعت خواندی، اشعاب است، یک جور کالا برات میگیرم انشاءالله، تو نمازایت مکمل بخوان. گاهی بشارت ندادیم. زنی خدا طعام به وقت و وعده پخته شد، لااقل نگفتیم که زن الله بختی خوب برات بده، الله عزتی خوب برات بده که او قلبش زنده شود. نه 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 نه، قاش تاش زندگی همینطور مبغوث، خلاص در غذا، حالات خراب نکردیم. صفتی که الله برای پیامبر خود بیان میکنه و پیامبر صفت خود عملا به امت خود انتقال داده، بشارت میداد، خوشخبری میداد، این عمل تو را در اینجا میرسانه. امروز ما حدیث خواندیم، حدیث شروع وحی بالای پیامبر علیه السلام، وقتی در غار حرا ملک آمد دیره پچک کردش، بغل گرفت، پس که آمد میلرزید پیامبر علیه السلام از ترس. خدیجه رضی الله عنها بشارت میده به پیامبر، میگه هرگز والله لا یخزیک الله، قسم به الله تو را الله رسوا نمیکنه، سبک نمیکنه. چرا؟ انک لتصل الرحم، تو چی میکنی؟ صله رحمی را برقرار ساخته ای، رشته داری را قایم کرده ای، تو فقیر معاونت میکنی، تو کسی که مظلوم واقع شده مساعدت میکنی، کمک میکنی. الله اکبر. اینه میگه بشارت، عمل خوب انجام میدی، ثمر خوب داره. بعد از اون نذیر کی را میگه؟ یک کسی را بیم بدی خب به کمال دلسوزی. بچگه که در آتش در لب تنور رسیده خیز میزنی، وی میگیریشه، ما کم میگیری، او خود میترسه بیچاره. یک صدای تو را خیلی زیاد ترسان، اما این ترس برای شفقت بود، این ترس از دلسوزی بود که بچگه که مالی نسوزه. راستی تا نبگی سری اولادی خود دل سوختاندیم، اولادی ما کدام طرف روان است، نماز خواند یا نخواند، این دین میشناسه یا نمیشناسه، الله را میشناسه یا نمیشناسه. چرا دل نمیسوزانیم؟ به اهل خود دل نمیسوزانیم.
آیا همسر من، مادر من، خاله من، عمه من واقعا توحید یاد داره؟ الله را میشناسه؟ یا حالی هم نظر به غیر الله میگیره؟ کدام رقم میکنه؟ نه، دلسوزی نیست، بیم دادن نیست. آخر چی کنیم؟ ما خود امتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میگیریم. الله متعال صفتای پیامبر بر شمار میکنه و برش میگه که ما تو را اینی قسم روان کردیم، اینی صفات به توست. و پیامبر مکمل صفتا را واقعا به موجه درستش در خود پیدا کرد. اما حلیه که الله بیان کرده بود، اما حلیه در پیغمبر مجسم دیده شد. همین صفتا. الله اکبر. انس رضی الله عنه خدمتگار 10 ساله پیامبر صلی الله علیه وسلم است. او میگه به الله قسم، یک مرتبه پیامبر مرا قار نشد، روان میکرد مرا به یک وظیفه، من قطعی بچه ها بازی میشدم، باز پیامبر علیه السلام میآمد از گوشم میگرفت، انس چی میکنی؟ قار نشد. الله اکبر. چی سلیقه بود؟ چطور در او مجلسی پیامبر مردم نباشه؟ ما امروز از خود گرفته تا همه را به جای از اینکه جذب بکنیم مردم دیگه نعوذ بالله تور داده رو استیم، دور کرده رو استیم، وظیفه خود انجام نمیدیم. و صفت دیگه و داعیا الی الله، دعوت کننده به سوی الله. امتیاز دعوت پیغمبر از دیگه دعوتگرای دنیا فرق داره. امروز شما میبینید کسی بالا شده دعوت میده به سوی قومیت، کسی دعوت میده به سوی نجات، کسی دعوت میده به سوی منطقه، کسی دعوت میده به سوی تنظیم، کسی دعوت میده به سوی مذهب. خود دعوت پیامبر به سوی کی بود؟ الله بود. ما بسیار مخلصین داریم که امرای ما بشینه لاف از مولای خود میزنه، لاف از پیری خود میزنه. خود لیکن دعوت پیامبر دعوت به سوی کی بود؟ الله. بزرگی الله را بیان میکنه که در قلب مردم بزرگی الله بشینه، مردم توجهش به الله متعال پیدا شود، در هر مرحله الله در یادش باشه. ما در روزا در عمره رفتیم، یقینا علمای سخن میگفت که بسیار وزن عظیم داشت، توجهی ما نشده بود به او سخنا. ما وقتی مشکلات خدا یاد میکردیم که اینی طور مشکلات از افغانستان اینی طور مشکلات داره، برای ما چی میگه؟ میگه اسمت متوکل است او توکل به الله بکن. تا حالی که دعوتت کامیاب است به خاطری که توکل به الله کردی، با ما مخلوق نکردی. جهاد افغانستان گفت وقتی پیروز بود که عربا کمک زیاد نکرده بود، صاحب موتر نشده بود رهبرا، گفت وقتی که صاحب موتر شدن در بدر شدن. واقعیت این نکته را فراموش نمیکنم، واقعا همونطور است. برای ما میگه و هو یتولی الصالحین. آیا با قرآن عقیده نداریم؟ الله سرپرستی صالحین میکنه، بندوبستی صالحین میکنه. اگر ما صلاح داشتیم قدم به صلاح میگذاشتیم، یقینا نصرت الله خامخا شامل حال است. ولی یقینا ما که ضربه میخوریم همیشه صلاح از پیش ما، از دست ما میره، دما کجی و کوری پیدا میشه. یقینا امروز اگر ما فکر بکنیم بیاندیشیم فقط دمی گپ که آیا در عمر خود دعوت به سوی الله دادیم؟ این وظیفه کی است؟ وظیفه کلگی ماست. جمعه های دیگر انشالله این موضوع را تکمیل میکنیم که بدانیم که دعوت به سوی الله چیست. آیا این وظیفه را انجام دادیم؟ صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم به اذنه، این دعوت از خود نیست، به حکم الله، به اذن الله. الله مامور ساخته پیغمبر که دعوت به سوی الله بده. دعوت به سوی الله چیست؟ لا اله الا الله. مفهومی از این در قلب هر انسان بشینه، معنای از این مکمل در قلب هر انسان جا بگیره، درک بکنه، مردم بدونه که لا اله الا الله چه مفهوم داره، چه معنا داره. الله اکبر. قرآن مکمل تشریح لا اله الا الله. قرآن مکمل تشریح کیست؟ لا اله الا الله هست. ببینیم
که دعوت به سوی الله دادیم یا نه؟ و سراجا منیرا، پیامبر علیه السلام میگه تو چراغ هستی، روشنی کننده برای مردم. الله اکبر. دعوت به سوی الله. ما قطع برادری خود میشینیم در چوکی موتر، سوال نمی کنیم کجا میری یا چه قسم است یا چی حال داری، در حالی که چند ساعت مسافه را داریم، 4 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت. در کابل که از یک گوشیش تا گوشی دیگه میری 1 ساعت تیر میشه. تعارفی خیلی کوتاه. از کجاست بیادرم؟ چی شغل داری؟ خیلی خوب. مدرسه داری؟ درس است؟ ترجمه قرآن نکردی؟ کم کم مزاوله شوه. در مسجد نبوی نشسته بودیم، 1-2 برادر از جلال آباد آمدن. این او شوق و اشتیاقی که در قلب داشتن من از بیرون احساس میکردم. خطما نشستن، من از پیششون سوال کردم از کجاستی؟ باز بعد از یک چیزی مذاکره کردیم. خیلی کم وقت وعده دار بودم، ساعت من پوره بود. خود صرف یک توجیه برای از یا میکردم. همینطور گفت که مولوی صاحب الله قسمی سخنا را کس تالی را بر ما نگفته. ما اینجا آمدیم عمره ادا کردیم، خود تو کی میگی و قسمی عمره نه ادا نکردیم. گپ دسری در قبر میخواستم که در قبر پیامبر خدا برسانم. من برش گفتم الله اکبر، پیامبر همینجاست، همین مسجد است، همینجا نماز خوانده، اونجاست. سلامی تو، درودی تو در گوشی دنیا که باشه برش میرسه. اولین چیزی که از تو مطالبه میشه در عمره چیست؟ عدم آزار و اذیت رساندن به دیگران. 2 نفر دیدم که طواف خلاص کرده بود، لاف میزد، یکیش بینیش چیر بود، خون روان بود. لاف میزد که مثلا دستم در حجر اسود از پشاور بود، گوشه کردم. شما گفتم بیا درکم، شما تو لاف میزنی هیچ دستی در حجر اسود نرسه. نه، این حجر اسود در تمام عمر در بغلت باشه، به الله قسم که عقیده توحید الله را، یک پرستی الله را نداشته باشی، جای جهنم است. در این سنگ حجر اسود تو دست میزنی، خود سنگ حجر اسود ابو جهل و ابو لهب بنا نهاده، این دیوارای از وارا واد جور کرده، انفاق کرده. خود جایش کجاست؟ کم این نیست که در سنگ حجر الاسود تو دست بمانی یا در کعبه تو خود بچسبانی. گپ عزیز که به الله چه قسم خدا میچسبانی، دین الله را چه قسم یاد میگیری، عبادت الله را به کدام طریقه میکنی. بیای بکنی. وقت پور است، در دعوت دیگه انشالله گپ میزنم. روزی پنجشنبه آینده تاریخ 12 ثور در قندهار اجتماع است. البته از برادرایی که همین دعوت و تبلیغ میکنه. یادتان باشه در هر طایفه و جماعت خامخا کمی و کاستی پیدا میشه. اگر ماستیم بی کم و کاستی نیستیم. معصوم کیست؟ تنها پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما جوانب مثبت هر طایفه و جماعت آدم در نظر بگیره. با یک رفتن ما در اونجا با وصفی که یک چند روپیه ما مصرف شود، خو همین سفر ما انشالله با برکت است. چرا؟ از همیجا امیر سرت مقرر میشه، آداب سفر، دعای سفر، طریقی سفر، امارت چه قسم است. تا اونجا را میری، اونجا عبادت الله را، گپی علما را میشنوی، حرکت در وجودت پیدا میشه، مردم قربانی میده. البته ما نمیگیم که کل مسائل دین توسط اینمی عمل در انجام میرسه. نه، دین ضرورت به بسیار شاخه و شعبه ها داره. یک شعبه حرکت اجتماعی اینمی هم است. میشه برادرها در حرکت شوه، همین عقیده توحید الله را عام بسازه، برو یک دیقانه در یک جای گیر کنه، الله متعال قلب از او را روشن بسازه، عقیده توحید الله را قبول بکنه. پیامبر علیه السلام به علی رضی الله عنه میفرما لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر یک شخص توسط تو الله هدایت کرد، این بهتر است برای تو از شترهای چی کرده؟ سرخ کرده. و این ضرور نیست که مردم میگه علما باشه. این نکته ها را انشالله در جمعه های دیگه بیان میکنیم. نه، وظیفه اگر یک حکم اسلام خو یاد گرفته، همین یک حکم اسلام دعوت داده میتونی، ما باید همکار شویم، اما اجتماع را کامیاب بسازیم. ما و شماستیم، همین درد پیدا شود پیش ما و شما که ما دل بسوزانیم. ملت دشمن ما نیست،
این ملت الحمدلله با دین سخت محبت داره، خیلی زیاد محبت داره، اما ملت کس نفهمانده. ملت نمیفهمه. وقتی تو توحید برش میگی هیچ نمیفهمه توحید چیست، یکتا پرستی چیست. ما وظیفه داریم لا اقل یک نفر دو نفر قطع خود آشنا بسازیم و همی پیام الله را که وظیفه کی بود؟ کل انبیاء علیهم السلام بود. این را به ملت مظلوم خود برسانیم. این وظیفه ما و شماست. در این دعوت شریک شوید انشاءالله. هر کس مطابق وس و توان خیر است یک چند روزی خدا به خاطر دین الله و دعوت دین الله بدیم. الله انشاءالله رحم میکنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذا القرآن